یک سوال دیگه کمک خارج از موضوع است، چون که فکر میکنم بسیار جالب میشه که مردم از همه طرف نگاه بکنن، فقط درباره سیاست حزب و طرفا صحبت بکنیم. درباره این سال درباره شخصیت خود شما است که شما گفتین که شما همیشه در پرواز بودین، مثلا همیشه مثل توریست طرف آلمان می اومدین، طرف دیگر کشورها. همین خراجاتی که شما میکردین از کدام طرف پرداخت میشد؟ ببینید من این رو یک بار در یک جا گفته بودم، حالا بار دیگر میگم که چرا نفران شما، نه هم فکران شما قبول ندارن که شما به استعفا برین؟ یعنی معلوم است که شما 15 سال هستین، خب برای بسیاری ها شاید سوال باشه که خب این همچون رئیس حزب زیاده از 15 سال شده رئیس حزب است، مثلا این رئیس جمهور شاید که از 20 سال زیاد رئیس جمهوری کنه. حالا برگردیم به هم موضوع اساسی که استعفای رئیس حزب نه تنها در داخل تاجیکستان بود، در همین خارجی که ما حالا در هجرت هستیم، من در همین مرشوه استعفای خود را اعلام کردم در جلسه ریاست. که با تیم شما صحبت میکردین، اصلا شما را گوش میکرد؟ یعنی ها میگفت خبر از بالا است، یا که مثلا میگفت فرمان از بالا است؟ ما دیگر صحبت بدون پرده که هست. همین عبدالسلام عدنزاده که خود اخیراً مثلا اولیاء حساب میکنه، خب ما فکر میکنیم بسیاری با این مقصد رسیدن که خوبی فکر شخصی من نیست، به این مقصد رسیدن که بگذاریم مثلا اهمیت ندیم، گپ نزنیم. اما ما فکر میکنیم وقتی که یک آدم به اهمیتی میکنی، اینم نااحترامی میشه و در حقیقت خوبی خبران با شما میرسه. و فکر شما چی چیزی رو میخواد از شما عبدالسلام عدنزاده بفهمد؟ آیا شما در همین کار دست داشتین که همون نفر بگیم که از طرف حکومت استرالیا دستگیر کردن یا اینکه پرسپوز کردن؟ وقتی من همین شنیدم خندیدم اول. این تصورات رحمانوف است. من فکر میکنم که تا اون روزی که او هست با همین سیاستش تاجیکستان هیچ تغییر نخواهد کرد و همین است که در این 5 سال آخر شما میبینید در تاجیکستان یگان شخصیت پیدا نشد، یگان نیروی سیاسی جدید پیدا نشد، یگان شخصیت پیدا نشد. برای همه درک کردن که اگر یک نفر، حتی یک آوازخوان، یک سراینده معروف، یک نمیدونم بازیگری معروف اگر پیدا شود، او میدوند که او تقدیرش یا مثل کبیری میشود یا زید سعیدوف یا محمد رضا اسکندر. یک سوالی پیش میاد که خوب درباره شخصیت صحبت کردین، این سوال پیش اومد. مثلا طرفداران شما، نفران پیمان ملی حزب نهضت اسلامی یا سابق حزب نهضت اسلامی گفته خوب نمیشه، چون در داخل پیمان ملی از بسیاری از طرفداران شما را یعنی همچون کاندیدات پرزیدنت آینده میدونن، یعنی میخوان که شما پرزیدنت باشه. مثلا بسیاری ها این فکر دارن، چون که با اینا که صحبت میکنی ایش درک میکنی. اما شما کی را همچون پرزیدنت بغیر از رحمانوف دیده میتونین؟ من اعتقاد دارم که حداقل 100 نفر از تاجیکان یا تاجیکستانیان امروز میتوانند راحت پرزیدنت آینده تاجیکستان باشند، حتی از بین بانوان. من تنها مردم رو در نظر ندارم. این اشتباه هست، این تحقیر ملت است که وقتی میگن که غیر از رحمانوف یا یک فرزندش که هنوز 2 کلمه گپ هم در عامه مردم نزده است، هیچ کس تاجیکستان رو دیگر اداره کردن نمیتواند. اصلا منطق دیکتاتورها همین است. شما همین حرف رو در بلاروس میشنوید، تا مردن کریموف همین حرف در ازبکستان بود. اما من فکر میکنم چی من باشم چی کسی دیگر، باید که ایده در تاجیکستان حاکم باشد، باید مردم در اونجا حاکم باشند. شخصیت ها، منم اگر پرزیدنت باشم بعد 5 سال 10 سال باید که ملت عوض کند. اصلا ما اجازه ندیم که یک نفر، حتی اگر افلاطون هم بیاد، اسماعیل سامانی را هم اگر بیاریم، ابو حنیفه را هم بیاریم، از 2 دوره پرزیدنت باشد. او میتواند مثلا رئیس شرکت شخصیش باشد، میتواند رئیس حزبش باشد، تا چقدر میخواد. زیرا حزب رو یک گروه همفکران تاسیس میدن، شرکت رو یک گروهی مثلا آدمان هدفمند تشکیل میدن. اما دولت مال هم است. دولت در اونجا دیندار دارد، بیدین دارد، کمونیست دارد، نهضتی دارد، دموکرات دارد. امکان ندارد که یک نفر دولت رو مال شخصی احساس کند و طولانی در اونجا رهبر باشد. بعضی ها میگن که خب
شما مثلا 15 سال شد رئیس حزب هستید. خب این برمیگردد به اعضای حزب، به اعضای حزب دیگر ربط ندارد. ولی حتی در داخل یک حزب من مخالف آن هستم که یک نفر طولانی رئیس حزب باشد. همین است که من شاید بار چهارم است که استعفا دادم. در داخل تاجیکستان هم استعفا دادم. چرا همین سوال از بین نرود؟ چرا نفران شما، همفکران شما قبول ندارن که شما به استعفا برین؟ یعنی معلوم است که شما 15 سال هستین. خب برای بسیاری ها شاید سوال باشه که خب ایده همچون رئیس حزب زیاده از 15 سال شده رئیس حزب است. مثلا این رئیس جمهور شاید که از 20 سال زیاد رئیس جمهوری کنه. حزب ما یک ویژگی دارد که تمام این به اصطلاح کوخنیه سیاسی داخلیش در مسئله انتخاباتی در داخل حزب میموند. باور کنید در داخل حزب ما اونقدر کشاکش است، بحث است، انتقادا هست که شاید در یگان حزب دیگر نباشد. مثلا همین دیروز حالا در همین ورشاو هستیم، دیروز در یک جلسه داخلی نه تنها بحث است، خیلی حرفای تون نسبت من گفته می شود، خیلی سخت. بعضیا کمترین حالا از خود حزب دموکراتی نشان میدن که در داخل حزب دموکراتی هست و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 15 سال شد رهبریتش عوض نمی شود، اصلا این بحث‌های داخلی حزب اعلان نمی شود. این برمیگردد به فرهنگ داخلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که ما اون بحث‌های داخلی خود رو در داخل خود میکنیم ولی در بیرون همچنین یک تیم یگانه و واحد عمل میکنیم. من هنوز سال 2015 یک روز بعد از انتخابات پارلمانی جلسه شورای سیاسی دعوت کردم در داخل حزب. بالا یک قسمی از برادران شورای سیاسی زندانی هستند، یک قسم دیگرشون در آزادی هستند. حرفای ما را شنیده ایستادن. جلسه دعوت کردم و استعفای خود را اعلان کردم. نه اینکه گفتم استعفا میدم، بلکه استعفایم رو اعلان کردم. گفتم که حالا فرق ندارد که سبب چه هست. تقلب بود، فشار بود، هر کسی هم در جای من می بود، همین حال بالای حزب می آمد. اما یک فرهنگ سیاسی یک چیز رو پیش بینی میکند که وقتی که یک نفر حزبش در انتخابات پیروز نشد، او باید استعفا برود. در غرب همین گونه است، در کشورهای دموکراتی همین است. یعنی چرا همفکران شما چیزا قبول نکردن؟ یا که از شما بهتر شخص در این حزب نیست؟ نه، چرا؟ ببینید از من بهتر بود و هنوز هم هست. اما چرا قبول نکردن؟ دوستان گفتن که شما دوره رئیسیتون تا ماه سپتامبر باقی مونده است. سپتامبر 2015 انتخابات نوبتی 4 ساله حزب می شود، انجمن می شود و حالا ماه مارس است. شما 6 ماه پیش از مهلت استعفا میتید. هر کسی هم که رئیس حاضر شود 6 ماه کار میکنه، باز انجمن می شود و انتخابات جدید می شود. بهترش این است که شما بیاید تا انجمن رئیسی خود را دوام بدید، همین استعفا رو در انجمن اعلان کنید، در اونجا دیگر همه چی طبیعی میشه. من به همین شرط قبول کردم که بسیار خوب گفتم، فقط که همین 6 ماه که تمام شد من دیگر رئیسی رو میسپارم. اتفاقا یک هفته بعد از همین جلسه شورا من وقتی که با یتیموف صحبت تقریبا شاید 3 ساعته داشتیم یک به یک، همه چی رو فهمیدم که چرا این همه فشارها، چرا این همه تقلب، دروغ، منع کردن حزب نهضت بر ضرر شما هم هست، بر ضرر تاجیکستان. وقتی که با یتیموف شما صحبت میکردین اصلا شما را گوش میکرد؟ یعنی ها میگفت خبر از بالا است یا که مثلا میگفت فرمان از بالا است؟ ما دیگر همین نکته را میخوام بعدا برسم. وقتی که من با یتیمو گفت که قرار از بالا قبول شدگی است، دیگر علاج نیست، ما یک اجراچی هستیم و شما بهترش که خودتون اعلان کنید یا اینکه ما میبندیم. من گفتم ما نمیتونیم اصلا خودمون یک حزب تاریخدار رو اعلان کنیم، این مخالف وجدان هست، ایمان هست، قانون هست. شما هم حق ندارید این رو منع کنید وقتی که یک حزب عمل کرده شده است. من گفتم که اگر شما واقعا از من ناراحتید، میترسید که من رئیس حزب هستم، من در ماه سپتامبر استعفا رفته شدم، استعفایم رو اعلان کردم، بچه‌ها 6 ماه دیگه مهلت دادن. در ماه سپتامبر شما منتظر شید من استعفا میروم، نام حزب رو دیگر میکنیم، برنامه حزب رو دیگر میکنیم و شاید یگان نفری رو بیاریم که شما با او راحت هستید، شما از اون نمیترسید، یا آدمی بی‌ضرر. ولی حزب باید باشد، این برای تاجیکستان لازم است. گفت که نه، این دیگر تصمیم گرفته شده است و خودت هستی، کسی دیگر هست که حزب بسته میشه. یعنی در تاجیکستان باید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عمل نکنه. حالا برگردیم به هم موضوع اساسی که استعفای رئیس حزب نه تنها در داخل تاجیکستان بود، در همین خارجی که ما حالا در هجرت هستیم. من در همین ورشاو استعفای خود را اعلان کردم در جلسه ریاست
بعد از 2 سال گفتم که الکی حزب برقرار شد. وظیفه من در این 2 سال برقرار کردن کار حزب در خارج بود. الحمدلله برقرار شد، ساختارها عمل کرده ایستادن و دیگر وقتی اون رسیده است که ما یک نفر دیگر رو انتخاب کنیم. دلیل این دفعه دلیل بچه‌ها چی بود که کسانی که می توانستند یعنی آماده شده بودند واقعا برای رئیسی حزب متاسفانه در زندانند. سید عمر حسینی، محمد علی عبدالقهار، قیام الدین عوض و چندین بچه‌های دیگر که واقعا هر کدامشون یک حزب سیاسی رو می توانستند رهبر باشند الان در زندانند. حالا در اینجا یک نیاز به وقت داریم یک مدت و در این حالت پراکندگی و هجرت استعفا رفتن شما به یک معنای دیگر هم قبول می شود که شما یک حزبی قانونی در وطن بوده را مهاجر کردید، پراکنده کردید، در لحظه های دشوار استعفا می روید و این رو به دوش یک نفر می سپارید که جوان است و اصلا نمیداند چی کار کند. از لحاظ اخلاقی و فرهنگی هم شاید خوب نیست که در این مرحله استعفا رفتن. منم باز یک مدت دیگر باز با بچه‌ها گفتم که خب خیلی خوب این ضرورت رو من درک میکنم ولی به شرطی که مدتی کوتاه باشد. یک مدتی مثلا 4 ساله دیگر میمونم بعد از این من استعفا میدم. شما تاکید کردین که شما یعنی که کارهایی که نیاز بود در خارج برای حزب انجام دادید. این چی کارا بودن؟ ببینید برای یک اپوزیسیون در خارج کاری آسان نیست که ساختارها را تشکیل کنم. اصلا من خودم فکر داشتم که حداقل 3 سال نیاز داریم ولی الحمدلله که در 1.5 سال من گزارش را دادم برای ریاست حزب که دفترهای حزب در چندین کشورها تأسیس داده شدند، دپارتمنت تأسیس داده شدند. حزب فعالیت خود را فعالیت سیاسیش را آغاز کرد، فعالیت مطبوعاتی، دیپلماتی. شما ببینید که یگانه اپوزیسیون هستیم در نه تنها در کشورهای سابق حتی کشورهای خاورمیانه اپوزیسیونشون از ما میان سوال میکنن که چگونه شما توانستید در یک مدت کوتاه پرونده 15 نفر زندانی سیاسی را به سازمان ملل برید. یگان اپوزیسیون نه ترک، نه عرب، نه ایرانی، نه افغان، نه حتی روسا این کار را کرده نتوانستند. ولی اپوزیسیون تاجیک در یک مدت کوتاه ما پرونده زندانی سیاسی را به سازمان ملل بردیم و این مسئله جدی قبول کرده شد. یعنی در یک مدت کوتاه واقعا هم اعتراف میکنند که اپوزیسیون تاجیک توانست در مقایسه با دیگر اپوزیسیون‌های سابق شوروی و کشورهای دیگر فعالتر باشد. بعضی از دوستان هنوز هم میگن که اپوزیسیون تاجیک ضعیف است و ما را مقایسه میکنن با حکومتی که در اختیارش ارتش دارد، پلیس دارد، میلیاردها بودجه دارد، دولت دارد، 9 میلیون اهالی است که اکثر اونها بلگو مجبورن این کار کنند. بعد این رو مقایسه میکنن با اپوزیسیونی که همه پراکنده است، مهاجر است، پول ندارد، تلویزیون ندارد، ارتش ندارد. این مقایسه بسیار هم غیر منطقی است. ما را اگر مقایسه کردنیان بیان با اپوزیسیون ازبک مقایسه کنن. حالا که ازبکستان 30 میلیون است، ما همگی 9 میلیون. با اپوزیسیون روسیه اگرچه 150 میلیونند و شخصیت‌های قوی مثل خدرکوفسکی دارند، کاسپاروف دارند، با اینا مقایسه کنن یا با قرغیز، با قزاق، با ترکمن بعد نتیجه گیری کنن که اپوزیسیون تاجیک ضعیف است یا قوی. یعنی شما همچون یک ساختار یک حزبی که در تاجیکستان خوب به یک شکل قوی بودین دیگه، اولین حزب مخالفی بود که مثلا بسیار نفرای خوش در پارلمان داشت. شما در اروپا هم تونستین همون چیزهایی که مثلا نیاز برای حزب بکنین، مثلا کادر آماده کردن، یعنی کادرهای شما بعد 10 سال میتونن که حکومت دستی خود بگیرن. من میگم که هنوز هم خدا را شکر که اپوزیسیون تاجیک و شاید که بگیم نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز هم در مقایسه با دیگر کشورها قوی ترین هست. حتی اگر بعضا من خودداری میکنم از اون که بگم که نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز هم در مقایسه با دیگر نیروهای اپوزیسیونی تاجیک قوی تر باشد، از گفتن این جمله خودداری میکنم برای اینکه به عزت نفس دوستان نرسم، چون مقایسه کردن خودمون با دیگر اپوزیسیون خوب نیست. اما من یک چیز رو قبول ندارم و سوالی که شما دادید همین سوال رو زیاد میتونن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چقدر کادر تیار کرده است. یک حزب سیاسی حق ندارد کادر تیار کند. یعنی این زمان شوروی بود که حزب کمونیست اکادمی حزبیش داشت، پرتشکالا داشت و برای حزب کمونیست کادر تیار میکرد که این کادرهای حزب کمونیست کشور را اداره کنند. وقتی ما میگیم که یک حزب حق ندارد با تفکر حزبی کشور را اداره کند، با تفکر ملی باید کشور را اداره کند، بعد سوال گذاشتن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند کادر تیار کرد.
این سوال غیر منطقی و غیر ملی هست. یک سوال دیگه اینجا پیش میاد. بله شما درست میگوین که مثلا این سوال غیر منطقی است، اما یک چیزی جالب در اینجا است که کشور ما یک کشور خیلی پسرفته است حتی در آسیای میانه. یعنی آیا یک حزب سیاسی باید در غم اونا باشه که بهترین نفرات کادرات تیار بکنه که در آینده برای این دولت خدمت کرده بتونن، یا که ما مثلا نمیتونیم که واسه مثلا یک حزب مخالف اگر پیروز بشه ما یک بار نمیتونیم که مثلا تاجیکستان بدون کادر آباد بکنیم. آیا یک حزب سیاسی همچون از دلسوزی میتونه که کادر آماده بکنه برای پیشرفت کشور؟ کاش که همه سوال ها رو مثل همین سوال دوم شما میدادن، نه مثل سوال اولتون. ببینید فرق بین این دو سوال چی است؟ سوال دوم شما این ندارد که آیا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کادرهای ملی را برای مدیریت کشور آماده است که جذب کند بگیرد؟ کادرهای ملی را آکسفورد تیار میکند، کادرهای ملی ما را دانشگاه دوشنبه، دانشگاه تکنیکی، دانشگاه سنت پترزبورگ، دانشگاه برلین، تهران، استانبول. وظیفه یک حزب این است که وقتی که سر قدرت آمد مردم با او رای داد کادرهای ملت رو نوبسته از اون که از کدام دانشگاه ختم کردن بیاره در خدمت ملت بگذارد. چون اگر یک حزب برای خودش کادر تیار کند، مثلا بیاد بگه که سر قدرت آمدن فقط کادرهای حزبی خودم رو میگیرم، پس فرق ما از حزب کمونیست چی است؟ هیچ از حزب خلق دموکراتی چی است؟ هیچ چیز. یک حزب سیاسی وقتی در سیاست کادریش رو راه اندازی میکند باید به این نظر باشد که من فعالیت سیاسی خود رو میبرم اما کادرها خودشون آماده میشن. ملت کادرها رو آماده میکند. ببینید امروزها نزدیک 100,000 شهروند تاجیکستان وارد دانشگاه میشد هر سال. اینا را نه حزب خلق دموکراتی تیار میکند، نه حزب نهضت، نه حزب کمونیست. اینا از بودجه دولت با پول پدر و مادر خودشون با پول دولت اینا کادر میشن آینده. یعنی هر یک فرزند تاجیکی که علم میگیره، هر یک فرزند تاجیک که تحصیل میکنه، شما یعنی با کلی فکر میکنین که هر یک فرزند تاجیک میتواند کادر شما باشه؟ بله 100%. هر کسی که توانمندی دارد شایسته است او کادر ما هست، او باید کادر حزب خلق دموکراتی باشد. حزب خلق دموکراتی فکر نکند که مثلا اون دانشجویانی که الان در تاجیکستان میخوانند یا در خارج اینا کادرهای حزب خلق دموکراتی هستند. حزب کمونیست پیشتر همین عقیده را داشت، همه را کادرها رو میگفت که شما مجبور میکرد که شما باید کمونیست باشه، در خدمت حزب کمونیست باشه. من فکر میکنم که این ساختکاری است، این خیانت به دولت ملت است. اون همه کادرهای ملت باید کادرهای همه حزب‌ها باشن. اگر من مردم فردا با من رای داد که من پرزیدنت باشم یا حزب من یا پیمان ملی تاجیکستان، چرا من فقط بیام از کادرهای حزب نهضت بگیرم؟ تمام کادرهای ملت نوبسته از اون که دیندار است، بدین است، اگر او شایسته همین منصب است او کادر ما حساب است. یعنی شما همچون یک خوب درباره کادر صحبت کردیم، سوال جواب شما قانع کننده بود، اما یک سال پیش میاد که شما همچون یک حزب سیاسی و مخالف در خارج کشور مسئولیت اساسی خود چی رو میدونید؟ ما دو تا مسئولیت داریم، یکی مبارزه با دیکتاتوره و برقرار کردن حاکمیت دموکراتی و ملی در تاجیکستان که مسئولیت اولین درجه ما است و خیلی مهم هم هست. اکثر نیروی ما وقتی ما به همین صرف میشه. یک مسئولیت دیگر داریم که در خارج کشور بیایم این موج مهاجرت را که روز به روز در خارج زیاد شده ایستاده است اینو باید مدیریت کرد، سامان داد، چون این کار را سفارت کردن نمیتواند، این را حکومت کردن نمیتواند با چند دلیل. یکی اعتماد به حکومت نیست، دیگر این مهاجران اکثرش از دست همون حکومت گرفته آمدن، چگونه باز با از طریق حکومت کار خود را در اینجا سامان میتن. ما مجبور هستیم که به مردم کمک کنیم در اینجا که اینها تستر اینتگراسیون شون. اونه که جوان هست، نورس هست، جای درس پیدا کند. اونه که 30 سالش کلانتر هست، مشغولیت پیدا کند. و از همه مهمش در چارچوب فرهنگ تاجیکی، فرهنگ دینی ما زندگی کنند. قانون‌های این کشورها را رعایت کنند. و خیلی مسئولیت دیگر هم دارن که این شب روزها وقتی که اینقدر تهاجمی فرهنگی فکری رسانه بالای اسلام مسلمانان هست، ما هم تاجیکیم هم مسلمانیم، با اکثرمان اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم که هستیم، باید در اروپا یک سیاست‌ها رو راه اندازی کنیم که اون تهمتایی که بالای اسلام و مسلمانان از ما برداشته شود و مثلا اثبات کنیم که تاجیکان مسلمان‌ها همش تروریست نیستن، همه اکستریمیست نیستن، اگرچه هنوز هم فشار زیاد است. عجیبش این است که نه تنها این تهمت‌ها از طرف کسانی است که ما تاجیکان و مسلمان‌ها را نمی‌شناسند، بعضی این گونه تهمت‌ها و سیاه کردن را از طرف تاجیکان خودمان هم احساس می‌کنیم که تلاش می‌کنن بگن که هر نهضتی که اینجا آمده است این مثل همون داعش است. یعنی شما یک حزب سیاسی
حزب سیاسی اسلامگرا یا اینکه اصلا یک حزب سیاسی و مسلمان هستین؟ یعنی چه خیلی مردم باید شما را برای مثلا مردم عادی تاجیکستان که هر روزه میشنون که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تروریست، ای دیگرش تروریست، چه خیلی مردم تاجیکستان شما را بفهمن که شما یک حزب سیاسی و اسلامی هستین؟ یعنی که هم یعنی حزب شما ملیگرا و اسلامی است یا اینکه جدا از ملیگرایی؟ یعنی مقصدی بنده ای است که شما ملیگرا هستین یا اسلامگرا هستین یا هر دو؟ این سوال را از ما زیاد میپرسن. باید بگم که ما نه اسلامگرا هستیم، نه ملیگرا هستیم، نه چیز دیگه. ما یک حزب سیاسی هستیم که برآمده از ملت تاجیک است، از بطن مردم هست. همه تاجیک هستیم، همه یا اکثرا تاجیک هستیم و همه تاجیکستانی هستیم. اما بر سیاست‌های خود را، جهانبینی خود را بر مبنای ارزش‌های ملی و دینی خودمان راه اندازی میکنیم. همچنین که بر مبنای ارزش‌ها و معیارهای بین‌المللی هم هست. شما ببینید در برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در آیین‌نامه‌اش، در تمام صحبت‌های ما اشاره به کدام موضوع است. وقتی که نام حزب ما اسلامی هست، به معنی آن نیست که این یک تشکیلات دینی هست یا جهانبینی ما جهانبینی صرف دینی هست. مثل که در اروپا حزب خریستیان دموکراتی هست. مثلا شما فرق بین حزب سوسیال دموکراتی آلمان با حزب خریستیان دموکراتی آلمان چی است؟ مگر اینکه در چند مسئله بسیار خرد و ریزه. برای مثال اگر میگن خریستیان دموکرات سر قدرت اومدن، ممکن در مسئله حالا یک مسئله هایی که بیشتر ارزش های ملیشان هست با اونا تکیه میکنن. سوسیال دموکرات ها یک کمی در این مسئله بازتر هستند. اما هیچ کدام اینها از چارچوبی طراحی شده و قبول شده کنستیتوسیا دولتداری آلمانی بیرون نمیروند. نهضت اسلامی تاجیکستان هم همین است. فرقیت ما در مسئله های دولتی ملی از حزب دموکرات، خلقی دموکراتی، از حزب اگراری اونا زیاد فرق نمیکنند. اما مردم هم کلمه اسلام رو میچسبند. عجیب که همشون خودشون مسلمان هستند. کلمه اسلام رو میچسبند و میگن که اگر شما سر قدرت اومدید، مثلا مثل افغانستان و کشور پاکستان و کشورهای دیگر، ایران و عربستان، یعنی شما حزب اسلامی خود همچون CDU آلمان میدونین؟ یک چیز نزدیک به همین، چون بالاخره یک وقتایی بود که وظیفه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این واقعا بیدار کردن یا زنده کردن ارزش‌های اسلامی بود. بیهوده کلمه نهضت اسلامی انتخاب نشده است. یعنی نهضت، بیداری، زنده کردن. چون در 70 سال شوروی واقعا هم ضربه سخت به دین زده شد و اون ارزش‌ها قریب از بین رفتن. از طرف دیگر حتی قبل از شوروی هم خرافات جای اعتقادی اصیل دینی رو گرفته بود. و نه تنها این وظیفه نهضت اسلامی تاجیکستان بود که ارزش‌های واقعی اسلامی را بیدار کند. وظیفه همه علما بود، وظیفه جامعه بود. باید بگیم که 80% یا حتی 90% این مسئولیت الکی انجام شده است. مردم تاجیکستان دیگه همشون دین رو میدونن چی است، نماز، روزه، حالا اینترنت هست، علمای زیاد هست. این قسمت مسئولیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انجام شده است. حتی اگر ما یک روز بیایم یعنی شما همچین حزب اسلامی مسئولیت خود انجام دادین و الان آماده هستین که فقط در سیاست برین و همچون یک نماینده اسلام باشین؟ یعنی مسئولیت اساسی که دعوت اسلام و دوباره برقرار کردن مثلا دین اسلام در تاجیکستان بود، این کار شما الکی بگیم که به انجام رسوندین؟ دو تا وظیفه اساسی داشتیم ما، همچون حزب سیاسی و همچون حزب اسلامی. اون قسمتی که به مسئولیت یک نیروی اسلامی بود تقریبا انجام شد. یک قسمش رو ما انجام دادیم، یک قسمت دیگرش رو شرایط و وضعیت جامعه انجام داد. اما اون قسمت دیگر که مسئولیت سیاسی است اون انجام نشده است. آوردن عدالت، حقیقت، مردم سالاری، ساختن یک جامعه آزاد در تاجیکستان، این وظیفه سیاسی است که انجام نشده است. البته این مسئولیت دینی ما هم هست، چون دین مبین اسلام و هر دینی آسمانی دیگر دنبال حقیقت و عدالت است و این مسئولیت ها هیچگاه تمام نمیشه. اما خودی به معنای وسیعش بیداری اسلامی یا ارزش‌های اسلامی رو از نو احیا کردن در تاجیکستان انجام شد دیگر. حتی اگر امروز نهضت اسلامی تاجیکستان بیاد همچون یک نیروی سیاسی ملی روی صحنه و فعالیت کند، بگوید که ما مسئولیت اسلامی رو به مسجدها واگذار میکنیم، مسئولیت دعوت، تبلیغ، دفاع از ارزش‌های دینی رو، من قبول دارم این رو، برای اینکه کار انجام شد دیگر. پیشتر در تاجیکستان این مقدار شماره مسجد و مدرسه و عالم و ختم کردن نبود که نهضت اسلامی تاجیکستان این مسئولیت رو به دوش گرفت. الان خدا را شکر که پر شده است دیگر. چرا نهضت اسلامی تاجیکستان بیاد
دقیقاً کارهای آنها را تکرار کند. من فکر میکنم که اینجا یک مقدار باید ما یعنی شما به یک حزب سیاسی تبدیل شدین که آماده هستین قدرت دست بگیرین، مثلا علمای دین اونا مسئولیت اساسی خود انجام بدن. ولی شما مسئولیت خود. ولی ما باید در چارچوب یک حزب سیاسی عمل کنیم. ما بیایم اگر قدرت رو گرفتیم بعد در یک انتخابات دیگر ملت قدرت رو از دست ما گرفت و به دست مثلا حزب دیگر داد، ما باید این رو بپذیریم، قبول کنیم و با قاعده های حزب سیاسی عمل کنیم. اما تمام امور دینی را بسپاریم به تشکیلات های دینی. اما همچون مسلمان فرق ندارد من اعضای حزب کدام نهضت هستم یا دموکرات یا سوسیال دموکرات، همچون مسلمان من حق دارم مسئولیت خود را انجام بدیم، ارزش‌های خود را انجام بدیم، اما نه همچون تشکیلات دیگر. جدا کردن فعالیت دینی صرف دینی از فعالیت سیاسی و تشکیلات سیاسی یک کار خیلی مهم است. اون آمیختگی که در سالهای اول در نهضت وجود داشت این ضرورت زمان بود، الان اون ضرورت از بین رفته است و من فکر میکنم که نهضت اسلامی تاجیکستان و هر حزب دیگر آهسته آهسته باید در چارچوب فعالیت یک